آقای بیگی کشاورزی سنتی رو از پدر آموخته، اما حالا عملکرد مزرعه‌اش رو نسبت به 5 سال گذشته بیش از 30% افزایش داده. مزرعه‌ای که همکنون مشاهده می‌فرمایید با خاکورس آماده سازی شده، بعد با دستگاه پنوماتیک کش شده، مقدار 75 کیلوگرم در هکتار بهش بذر داده شده. امسال هم آقا کریم علاوه بر گندم و جو، کشت حبوبات را هم در دستور کار قرار داده و برآوردش این است که از هر هکتار بیش از 1 تن محصول برداشت کند. با کشت مکانیزه و مبارزه با علف‌های هرز به صورت مکانیزه و برداشت با کمباین کاهش 30% هزینه‌ها برای کشاورزان در بر دارد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در 5 سال گذشته سهم اراضی دیم در تولید کشور کمتر از 10% بوده. در این گزارش آمده کشت به صورت سنتی انجام می شود. بیشترین طرحمون رو تو اراضی آبی اجرا کرده بودیم. به این نتیجه رسیدیم که باید بیایم در دیمزارها که کمتر سرمایه گذاری کرده بودیم. با این حال مدیر کل امور غلات وزارت جهاد کشاورزی میگوید بیش از 60% از تولید محصولات کشاورزی در جهان از اراضی دیم تامین می شود. در دنیا تقریبا چیزی حدود 80% اراضی قابل کشت تحت شرایط بدون آبیاری مدیریت میشن. به عبارتی 20% اراضی در دنیا تحت شرایط آبیاری قرار میگیرن و حدود 60% از تولید جهان از اراضی است که در اونها آبیاری صورت نمیگیره. حالا اما بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح 5 ساله جهش تولید در دیمزارها علاوه بر افزایش سهم تولید، میزان عملکرد مزارع دیم به 1500 کیلوگرم در هر هکتار رسیده. میانگین عملکرد گندم خب در سال زراعی گذشته در این پروژه 1452 کیلوگرم بوده، نسبت به سال ما قبلش 49% افزایش داشته. در جو میانگین عملکرد ما 1200 کیلوگرم بوده، 19% افزایش داشتیم. چیزی حدود 34% در سال زراعی گذشته ما شاهد افزایش تولید در پروژه جهش تولید بود. قرار است در سال پایانی طرح جهش تولید در دیمزارها 600,000 کشاورز بر روی 6 میلیون هکتار از اراضی کشت و کار کنند. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.